دست تو تک و تنها توی خیابون، آره توی شهری که همه جاش نکبته. اینو میدونی آره، چشم بسته دور و بر داری میبینی آدمایی که همه از زندگی شدن خسته، چیزی ندارن واسه باختن، جو باختن موندن توی این خراب شده. همون جایی که آره جوونا رو میبینی، جوونایی که سرنگ توی دستشونه، توی چوب میخوابن، جایی واسه خواب ندارن. توی پارک شبا بری میبینی خیلی کسایی هستن که جایی واسه خواب ندارن. پس بهتر خوبتر نگاه کنی دور و برو. این آدمایی که توی اینجا از هم خونتن، از گوشت تو هن. اینا همه بودن زمانی جوونایی که توی دانشگاه بودن، آره تحصیل میکردن، ولی الان شد باشون بازی کردن. همه شدن دنگی عملی، آره توی جوب خواب. یه سری دیگر رو داری میبینی دارن دم فروشی میکنن. واسه چیه؟ واسه این که پول در بیارن، آره یه لقمه نون ببرن سر سفره. این ما نبودیم، اینا بودن ما رو اینجوری بار آوردن. آره داری میبینی طرف رفت دوست شد قاچاقچی، ولی نمیخواست اینجور باشه. جور برو داری میبینی همه چی آره قاطی پاتیه، نمیدونی چرا اینطوری شده. علت اینه، اینا بودن اینایی که اومدن سر کار. منظورم همون آخوندایی که آره اجنبی پرستن، عرب دوستن، پولمون نفتمون همه چیزمون داره میره. چیمون واسمون؟ اعتیاد، بدبختی، فقر و فحش. آره کودکی که توی چراغ قرمز داره میفروشه یه دونه فال یا گل، اون حقش این نبود. بهتر نگاه کنی، اونم میخواست توی خونه باشه، آره سر سفره باشه پیش مامان بابا، ولی نتونست. اینو بدون بهتر گوش کن، حرفا رو حفظ کن. توی که نشستی توی ماشینت داری میری، آره میلیاردری ولی نمیدونی همسایه بغلیت شاید نون نداره بخوره. چشمتو باز کن، دور بر رو نگاه کن، آره اینا هستش توی اینجا.